سلام، من کیاراد هستم و این اولین ویدیوی منه توی یوتیوب. امیدوارم که راضی باشین و اولین کاری که میخوام در این ویدیو بکنم و اولین کارم در این چنل اینه که یک کار بسیار سخت رو انجام بدم، اینکه اینو با دستم بزنم و اینم بچرخه و در نهایت اینجوری صاف وایس. من زیاد حرفی نمیزنم چون ممکنه یا طول بکشه و ویدیو رو بزنم جلو و بریم ببینیم که چی میشه. خیلی سخته بخدا. من تو این یه هفته‌ای که دارم فقط تونستم 12 بار بزنم، یه جوری حالش بدم که وایسه. و اینم بگم که اگه مثلا اینجوری بندازید یه دونه به چرخ بعد دوباره اینجا وایسه، یعنی نچرخه زیاد، اینجوری وایسه حساب نیست، باید حتما یه دور به چرخه بعد دوباره بیاد وایسه اینجا. یه ذره کمتر بردم. نزدیکه. کتفم درد گرفت. خراش شد. یعنی مثلا 1000 بار بندازه آدم دیگه گوشش اذیت میشه، نمیتونه ادامه بده.
وسط که من دارم میندازم شما حتما لایک و ساب و حتما یه کامنت کوچیک هم واسه من بذارین که انرژی بگیرم و دوباره بیام واسه تون ویدیو بذارم. لطفا اگه میشه اینا رو انجام بدید که من انرژی داشته باشم واسه ویدیو داشتن واسه شما. گرچه من از بعد تصمیم گرفتم که بیام ویدیو بذارم، ولی اگه شما این کار رو بکنید من در واقع انرژیم بیشتر میشه و ویدیوی بهتری واسه میذارم. حالا اگه این وایسا وای نمیشه فردا صبح داریم اینجوری میرسیم. تمرکز. وای بالاخره تونستم. خب بالاخره این بود که من تونستم بندازم اینو و وایس ایستاده و واقعا کار سختی بود، چون من دیروز نتونستم بخاطر حافظه دوربینم هم نتونستم زیاد فیلم بگیرم، ولی فردا یعنی امروز برداشت یعنی امروز بالاخره تونستم اینو بندازم و تمام مدت البته همش نه نیم ساعت داشتم هی اینو مینداختم تا که تمرین کرده باشم و الان هم بالاخره تونستم بندازم. مرسی که ویدیو رو دیدین، لایک و سابسکرایب و همچنین یه کامنت هم بدین که من انرژیم بیشتر شه واسه ویدیو گرفتن